ببینین این بی بوته چی میگه. ولی یه چیزی به شما من بی سواد بگم، به موی سفیدم قسم. من ریدم تو موی سفیده. این از من یادگاری داشته باشین. نمیخوام بی ادبی هم بگم، نمیخوام بد صحبت بکنم که همه بدونن. خون خانم و آقایون خار میگاد. بی ناموس. حالا یعنی خوب حرف میزنی؟ خاک بر سر اون خانومایی که تو رو دنبال میکنن. یا خون، خواستم بگم جر میده، همون خون خار میگاد. من مرده و شما زنده. اگر اینا سوروایو کردن، اگر اینا موندن، توف بکنین تو صورت من. بی بوته. تو 18 و 19 دی هم همینا رو میگفتی دیگه. جمهوری اسلامی رفتنیه. حرف منو داشته باشین، به حرف من گوش بدید. این آخرین نبرده. من حالا به خاطر اون روز به جای توف یه خلط میندازم تو صورتت. اینو فعلا داشته باش. امکان نداره اینا از خون بتونن در برن. چرا فکر میکنی کالاشون درست نمیشه؟ خارکسته. چرا فکر میکنی خون دنبال ایناست؟ برادر، خون یک انسان، 50,000 تا جوان. خب اون 168 تا کودکی که تو مدرسه میناب کشته شدن کی قرار خار ارباب ترامپو بگان؟ میدونی که خون کودک زودتر خار میگاد. 168 تا کودک بی بوته حرومزاده. چرا یه بار از خون اونا صحبت نمی‌کنی؟